الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران عزیز و خواهران بسیار مهربان، از الله مهربان دعاگو هستم که خداوند باز هم محبت و میل و ذوق شما را به سوی دین خدا زیاد بگرداند و از الله مهربان دعاگوی هستم که خداوند در همه کارهای شما اگر نیک باشد خداوند برار و برکت و کشایش نصیب گرداند. از الله مهربان دعاگوی او هستم که حاجت طلبهایی که هستند خداوند حاجتاتون برآورده گرداند. بی فرزندهایی که هستند صاحب فرزندهای صالح و از الله مهربان خواهان او هستم که قرضدارهایی که هستند از این مصیبت قرض این بندگانت را خلاص بگردانی و الله مهربان دعا میکنم که این بیماری که تا امروز خیلی مدت ها شد که مردم سرسانند سرگردانند، خدای مهربان این درد این مشکلات هم از بالای سری جمیع بندگان دور بگردانی و از خدای مهربان دعاگوی او هستم که خداوند میل ما و شما را، محبت ما و شما را به سوی دینش باز هم زیاد بگرداند. برادران و خواهران عزیز، الحال من در اطراف یک موضوع صحبت دارم که این بسیار یک دردی بده، بسیار یک خصلت رذیله که الله مهربان دعا میکنم که خداوند شما به این درد به این خصلت هیچگاه مبتلا نشوید که این دردی بد برادران عزیز نامش کیبر هست. یعنی بیشتر مردم کیبر میگن یا تکبری میگن یا خودخواهی میگن یا ناپسندی میگن. به هر یک طریق مقصد در اطراف این در هر یک منطقه ها هر خیل گفتنی ها هست. از این لحاظ مقصد همان درد کیبر، درد تکبری، درد ناپسندی هست. برادران عزیز و گرامی که این مسئله را از من سوال کردند که یکی درباره کیبر، یکی درباره نفس، که این هم دردی امروزه مردم مسلمان است. بسیاری از برادرای مسلمان ما که مبتلای این دردی بد هستند، یعنی بسیار خودخواهند، بسیار ناپسندند، در برابر خودشان دیگرها را مقصد تحقیر میکنن، آدم هم نمیشمارن. از من سوال کردن که درباره این من معلومات تیم تا شاید نفر بر همین بیماری مبتلا باشد، بعد شنیدن این صحبت خدای مهربان توفیقش میتید و از این راه بر میگردد و این دردی بد از خودش دور میگرداند. برادران عزیز و گرامی، باز هم ناگفته نماند که در همین کانالی که من
به شما پیوسته صحبت دارم به نام نور تیوی. البته دستگیری هاتون، آواز دادن هاتون فراموش نکنین. خدا خواهد در نیم بعد از طریق این شبکه انشاءالله تا وقتی که قدرتون باشد، سلامتیم باشد، عمرم باقی باشد، با شما انشاءالله من صحبت ها کردنی هستم. زیرا که از این رساندن ها که در هر یک حرف این، در هر یک رسانیدن این، منم در پیشگاه خدای مهربانم خالق خودم اجر میگیرم، ثواب میگیرم و این مسئولیتی که به ذمه دارم اینم انشاءالله از گردنم ساقط می شود و شما هم خدا خواهد بعد شنیدن این و از بعد این انشاءالله این ثبت هایی که باقی میماند من بعد می آمدگیام که گوش میکنند، از خدا امید است که اونها هم بهره‌ور می شود. از این لحاظ باز هم برادران عزیز آواز دادن و دستگیری هاتون فراموش نکنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. برادران عزیز و گرامی، این آیتی که من خواندم از سوره مبارکه قصص، آیتی 83. در این آیت قرآن برادران عزیز و گرامی الله مهربان به ما و شما چی میگوید؟ خوب گوش اندازیم. بسیار صحبت خوبی هست، بسیار موضوع نیکی هست. الله مهربان گفت تلک دار الاخره، اشاره به سوی جنت، اشاره به سوی بهشتی که پر از ناز و نعمت است. بهشتی که برادران عزیز در اونجا جوانیش پیری ندارد، در اونجا تنصیحتیش بیماری ندارد، در اونجا حیاتش مرگ ندارد، در اونجا نعمتهاش فصل ندارد. در همه وقت هر یک خواهشی که در تو باشد برای تو مهیا می شود. یعنی همون بهشتی که از تمام ناز و نعمت برخوردار است، با تمام شرایطش آماده شده است. الله مهربان میگوید در او کی داخل می شود؟ للذین لا یریدون علوا فی الارض. در این کسان داخل می شوند که از این درد بد، یعنی از این تکبری، از این خودخواهی، از این ناپسندی، اونها اگر بری باشند، اگر اونها خالی باشند، یعنی نفرهای داخل می شود که اونها تکبر نیستند، اونها ناپسند نیستند. الله مهربان میگد انا همین جنت، انا همین بهشت، انا همین گویم یک مکانی که از همه بالاتر رضاگی الله در اونجا یافت می شود، از همه بالاتر دیدار پروردگار در اونجا برای تو میسر می شود. میگوید کسانی را من در اینجا راه میتیم که اونها اگر در خودشان همین حقیر شماریدنی فرزند آدم نداشته باشند، نفرهایی باشند که ناپسند نباشند، نفرهای باشند که مقصد خالی از این تکبری باشند.
خوش به حال آن کسانی که از این دردی بد خلاصن و جای اونها این مکانی پرناز و نعمت می شود. برادران عزیز و گرامی، شیخ سعدی می فرمود ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش. چو گردن کشید آتشی هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. چون آن گردن کشید این کمه، از آن دیو کردن از این آدمه. الله مهربان این شیخی بزرگوار این سعدی را رحمت و مغفرت کند که به سوی ما فرزند آدمی که از خاک به دنیا آمدیم اشاره دارد که ز خاک آفریده خداوند پاک، پس بندگی افتادگی کن چو خاک. خصلت‌های خاک هم میدانی گفت مثل انمون خصلت‌هایی که خاک دارد که در ما آدمی خوب و آدمی که تکبر نباشد خاکسارش میگن. انمون میگد تو مادام از خاک که هستی خاکسار باش. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش. هیچگاه تکبر نباش، ناپسند نباش، بین خودخواه نباش، هیچگاه خودت از دیگران برتر ندان، دغدغه و دبدبه نکن. بین با آدما مقصد بانو که دست سلام نکن، بلکه میگد از خاکی ایره فراموش نکن. رنگ آتش نباش. بین عجیب اینجا یک اشاره زیبا میکرد. چو گردن کشید آتشی هولناک، به بیچارگی تن بینداخت خاک. میگه وقتی خدا آتش خلق کرد، یعنی علاوه وقتی الله خلقش کرد، میگه گردن کشید، بسیار خودش بلند گرفت، علنگه زد. وقتی خاک آفرید، خاک به همون اصل خودش، همون بیچارگی خودش باقی ماند. میگه مادامی که او گردن کشید این کمه، از آن دیو کردن از این آدمی. مادامی آتش که گردن کشید و گردن زد، خدا از آتش شیطان آفرید. مادامی که خاک که همون خاکی خود کرد، همون خاکساری خود کرد، از این کردن انسان. از خاک الله آفرید آدم. برادران عزیز و گرامی، این بسیار یک اشاره زیبایی هست از جانب شیخ سعدی، خدا رحمت کند. چی بزرگایی داریم، چی نصیحت‌های خوبی کردن که حضرت مولوی میگفت گوش باید که بشنود این را. برای اینها گوش در کار. ای برادری که مبتلای همین بیماری، اگر باور کنین به خدای مهربان قسم، اگر از همین درد خودت خلاص نکنی، در دنیا هم تو را هیچ کس دوست نمی دارد. آدم تکبر را هیچ کس دوست نمی دارد. در آخرت هم از تو همه بیزاره. زیلیاز از این درد همیشه کوشش کن که هیچ وقت در خودت ایره راه نتی. برادران عزیز و گرامی، حدیثایی داریم در ایبا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکند. حدیث را پیامبر نازنین گفتند لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. پیامبر میگه وقتی گفت کسی در درون دیلش، قلبش ده ذره یک خردکه که اگر از کبر داشته باشد، ببینید اگر از همون دغدغه و دبدبه و ناپسندی داشته باشد، پیامبر گرامی گفتن او داخل جنت نمی شود. وقتی این سخن گفتن، میگه نفر
از جاش بلند شد. فقال رجل، بعد میگه گفت این الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنا و نعله حسنا. گفت حضرت اگر من لباسی بسیار مقصد با ارزش پوشم، یعنی بسیار با نرخ بلند لباس می پوشم، یا پای افزال های بسیار گران قیمتی را می پوشم، یا در یک خانه بسیار زیبا زندگی می کنم، یا در یک سواره بسیار خوب سوارم، یا در دسترخوان و مقصد ناز و نعمت ها هست، آیا اینها هم نشانه همین است که ما کبر داریم یا ما خودخواه و خودپسندیم یا ما از زمره تکبراییم؟ اگر از همین چیزها برخوردار باشیم، پیامبر چی گفت؟ ان الله جمیل یحب الجمال. خدا زیباست، زیباها را دوست می‌دارد. الکبر بطر الحق و غمط الناس. پیامبر گفت نه، گفت لباسی زیبا، پای افزالی زیبا، خانه زیبا، سواره زیبا، خوردنی های زیبا، اینا گفت نشانه کبر نیست، بلکه کبر گفت این است که امر الله مهربان تا اجرا نکنی، یعنی هیچگاه خالق بودن، رازق بودن خدای مهربان در خودت قبول نداشته باشی. این یک نشانه آدم تکبره. دوم بطر الحق، مردم حقیر بشماری، مردم مقصد تماما کسی نشماری. در تاجیکی ما میگن پوفی بنده خاکی گفته. بعضی خیلی یک در تعارف و در گپ هامون داریم که یعنی ناپسندی در مردم وقتی میکنی، پیامبر گفت انا همین را کبر میگن. در دیگر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، برادران عزیز، آمده است که حضرت جابر میارد، امام ترمذی اسناد این حدیث حسن میگد. پیامبر گفت این من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا. نزدیکترین شما در روز قیامت، محبوبترین شما در روز قیامت به سوی من کسی هست که رفتار خوب داره. ببینید اخلاق خوب داری، خواه دختری خوبی، خواه زنکی خوبی، خواه مردکی خوبی، خواه بچه خوبی، وقتی اخلاقت خوبه، وقتی رفتار خوبه، پیامبر گفت محبوبترین به سوی من، نزدیکترین به سوی من در روز قیامت انا منها است. و این ابغضکم الی و ابعدکم منی یوم القیامه الثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون. قالوا یا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفیهقون؟ قال المتکبرون. پیامبر در دوام حدیث با دقت باشید چی گفت؟ بدترین شما به سوی من، دورترین شما به سوی من در روز قیامت سه نفره: سرسار، متشدق، متفیهق. در گردش اصحابش نشسته بودند، گوش کننده ها بودند. گفتن حضرت ما همین سرسار قطعی متشدق میدانیم کیان، نه که متفیهق نمیدانیم. برادرای این سه نفری که پیامبر به اینها بسیار نگاهی بد کرد کی بودن؟ سرسارش یک آدمی که بسیار میگه، ای حدی بد زیاد میگه، خستت میکنه از گفتن. گفت آدمی پرگب، مقصد دو متشدقش آدمی که بسیار مرکب گپ میزنه، یعنی عادی گپ نمیزنه، ساده گپ نمیزنه، بسیار مرکب گپ میزنه که مردم گپی را نمیفهمند. دو سه متفیهق. این دو چگفتم فهمیده متفیهق کیست؟ پیامبر المتکبر، کسی که تکبره،
این 3 نفر گفت در روز قیامت از من بسیار دورن. اینها گفت یعنی من اینها را به نظر نفرت نگاه میکنم. برادران عزیز و گرامی، از این لحاظ در نسبت اینها آیت های بی‌نهایت زیادی هست، حدیث های بی‌نهایت زیادی داریم. فقط من اینها را برای چی؟ برای شما با سندهاش، با ادرسهاش گفته استم که تا که باوری حاصل کنیم که برادران عزیز این خصلت بگیم یا این رفتار بگیم یا این بلایی را که ما در خدمت راه دادیم، این اگر باز در بزم این من اگر عبادت داشته باشم با ببینین با اگر به شرطی که کارهای خیرم که داشته باشم، این مثل یک ویروسی هست که همه این را از بین میبرد. میدونید که سببهای پیدایش کبر از چی است؟ خدا رحمت کنه دکتر عایز قرنی را. این حضرت در کتابش میگه که از 5 جهت آدم در خودش کبر راه میده. یعنی 5 چیز در تو پیدا شد، از همین کبر از همین راه 5 چیز است. میگه یکم میگه وقتی آدم دارای علم میشود، خواه علم دنیاوی باشد خواه علم اسلامی باشد. وقتی علمش به قوت میشود میگه بعد از پشت علمش بعد یکی میبینی که دیگرها را مقصد حقیر شمارید، دیگرها را پد شمارید، دیگرها را بعد پسخند میزند. یک دوم چیزی که در انسان کبر پیدا میکند این ثروت است، مال. وقتی پول میبیند یا مال میبیند یا گویم با اصطلاح امروزه سستاینش به قوت میبیند، بعد ناپسند میشد، بعد تکبر میشد. دوم میگه ثروت است. سوم قدرت، وقتی امکانیت زور پیدا میکند، یعنی ای دستش همه کار میآید. انا همین جدام میگه وقتی صاحب قدرت شید انا همین دردی بد میگه در او پیدا میشود. این 3. چهارم چیزی که در این کبر پیدا میکند این عبادت است. ولی ببینید با سبب عبادت هم وقتی آدم پای به عبادت داره و دائم پای به طهارت و قرآن زیاد میخونه و شبهای دراز نماز میخونه، در وجودش همین کبر پیدا میشود که مقصد در بین دیگرها خودش از دیگرها برتر میدونه به عبادتش. 4. پنجم برادران با نسب یعنی همون اولادها و اجدادهایی که داری، وقتی که میبینی اولادها و اجدادها تا که بسیار مستحکمن، در تو انا همین دردی بد پیدا میشه. برادر عزیز 5 چیز سببی پیدا شدنی کبر بوده است. یکی باز گوشتد میکنم، یکی علم، دوم ثروت مال، سوم قدرت، چهارم عبادت، پنجم نسب. من برای مثال برادر عزیز، برای آدمایی که عالمین، برای آدمایی که علم دارین، خواب باز گوشزد میکنم، خواب بگذار 4-5 دیپلمی خوانده این دنیا را داری، یا اینکه بگذار تو مفسر قرآنی، تو محدثی، بگذار تو فقیهی، بگذار تو مقصد تمام قرآن و هر چی باشد از خود کرده ای، ولی وقتی که اینها در تو کبر پیدا کردن، همون زینتی که در تو بود همون زینت تماما باقی نیست در تو. زیرا شما ببینید در قصه ها میخوانیم وقتی حضرت امام ابو حنیفه میگه در یک معرکه داخل شد، یک نفر عالم بود، گویم خیلی خواندگی از علم اسلام بسیار آگاهی داشت. میگه حضرت ابو حنیفه میگه در همون پایانه که معرکه نشست که حضرت که دارای بسیار خاکساری و تقوا بود،
میگه او آدم از بری بالا فقط و فقط یک سوال میداد: مرحمت، از چی مسئله که میپرسین مقصد من برای شما جواب میگم. از زمین میپرسی، از آسمان میپرسی، از دنیا میپرسی، از قیامت میپرسی، هر چی میپرسی پرسیدن گیر. گفته بسیار بسیار مقصد خودش هوا بلند میگرفت. ولی در بسیاری از اهل علم برادر عزیز همین ناپسندی ها، همین خودش از دیگران برتر دانستن برادر عزیز وجود دارد که این هیچگاه دین ما، اسلام ما، شریعت ما از این گونه خصلت و از این گونه درد پشتیبانی نمیکنه. زیرا این پیامبر نازنین با همون مقام و مرتبهش میگه وقتی با کسی سلام میکرد، همین سلام میکرد، میگه دستش با پرگی در دست او نابسته و از کدام کاتگوری آدم های، وای بای، وای کمبغل، وای دارا، وای بچه کی، برای حضرت پیامبر بان این فرق ندار. دستش میگه با پرگی در دستش میمون. میگه تا اگر همون آدم دستش نمیگرفت حضرت دستش دستی او نمیکشید. میگه پیامبر نازنین وقتی با همراهش کسی صحبت میکرد چشمش میگه ای چشم وای نمیکرد، چشم وای نگاه میکرد. ولی دیدین که بعضی وقت ما سلام کردن مونم بسیار ایتا ناخوشیم، پر دست مونم نمیتیم. اگر یک کس قطعی مونم گپ هم زند، اگر همین خصلت رزیله را داشته باشیم، ببینین روش نگاه هم نمیکنیم، اهمیت هم نمیتیم. با امروز تلفن برامای تلفن مقدی بازی کن میگیریم و بیچاره عرض دلش کردن میگیرد. ولی پیامبر نازنین میگه چشمش ای چشم وای نمیکن. میگه وقتی اگر کسی در گوش پیامبر میخواست که یگان سخنی را رسانه، پیامبر نمیموند که وای دهنش بیارد. حضرت گوش خودش میبرد وای در گوش پیامبر مقصد صحبتش میکردن. پیامبر با همین مقام و مرتبه رفتار حضرت ببینین، خصلت حضرت ببینین. بعد میگه او عالمی که در همون اکم معرکه بسیار آوازش بلند و بسیار دعوای عالمی داشت، ابو حنیفه میگه در قسم پایان بود، گشت و گفت حضرت گفت من یک سوال دارم. گفت چی سوال داری؟ گفت همون مورچه‌ای که با حضرت سلیمان در قرآن میگذرد صحبت کردگی بود، همون مورچه ماده بود یا نر؟ میگه وقتی این عالم ای را شنید حیرت دمان. گفت من نمیدانم. خودت میدانی؟ گفت من خودم میدانم. گفت ماده بود یا نر؟ گفت ماده بود. گفت از کجا میدانی؟ گفت زیرا در قرآن و قالت نملة آمده است. برادر عزیز یک چیزی عادی گویم، وقتی که ماده هست، مثال اینا در روس‌ها هم هست، ژنسکای رود هست، موژسکای رود هست. اینم در گویم که همین زبان عربی هم البته این هست. وقتی که مثال قاله که آمد، یعنی مثال میگن قال عبدالکریم، مثال گفت عبدالکریم. ولی وقتی که اگر نامی گویم که زن گفت قالت میاد، یعنی در آخر یک تی مدوره داره. همون اشاره به سوی مقصد زن میکند که قالت زینب. همینجا قالت آمده است گفت، یعنی همون مورچه ماده بودن. بعد میگه وقتی این شنید یعنی خجالت تمام. حضرت امام ابو حنیفه گفت من به خاطر آن نگفتم که مقصد شما را در بین این مردم شما را در خجالت بانم، فقط بر این گفتم که یعنی این قدر تو جاغ نزن، این قدر خود از دیگرها برتر ندان. یعنی علم چیزی نیست که همش تو دانی. به این خاطر بین که مثال بعضی قصه های را میارن که تا بعضی آدمی که از روی علم داشتنش یکی مبادایی که مقصد خودش از دیگرها خواه برتر بداند، وقتی این قصه ها را دید، این حالت ها را دید، باید که خودش اصلاح کند. نفری هست برادر عزیز، محمد متولی شعراوی، اولی من کتابش در کتابخانم دارم. این کس تولدهاش 1911 است، وفاتش 1998 است.
این آدم برادرای از اولی در همین گوگل هم یوتیوب هم اگر شعراوی نویسین بی نهایت موعظه های زیادی داره. بسیار واعظ مشهور بود. این وزیر اوقاف هم بود. یعنی در مصر تولدش در مصر هست. این آدم بگیم با اصطلاح امروزه یعنی همچون یک رهبری همون کمیته دین بودن، ولی بعدا این مقصد منصبشان ترک کردن، زیرا گفتن از دعوت و از تعلیم از همه ماندن. بسیار تصنیفات زیاد دارد، کتاب های بهت زیاد دارد در باب معراج پیامبر، در باب توبه، در باب حسد، در باب حتی تفسیر قرآن دارد. با همین قدر بگیم مقام و منزلتش در مردم بسیار محبوبیت داشت. میگه میگه مسجد در آمدم، مردم جمع شده بودن، موعظه کردم. میگه در دوام موعظه تمام مردم میگه در هیجان آمدن، گریه کردن. بعد وقتی میگه من پایان شدم از منبر، هر کدامی او میگه دستام بوسه میکردن، دستاشون در کتفا میمالیدن. بیرون شدم میگه راننده را گفتم مقصد هی کن ماشین. وقتی هی کرد میگه یگان ساعت میگه در یک گوشه ایستاده، گفت پس بگرد مسجد بری. راننده شکایت کیسته میگه وقتی مسجد آوردم گفت تو در همین جا بیست، الحال گفت حاضر من گشته میام. میگه خیلی وقتی زیاد در مسجد ایستاد. راستی میگه من خواطر شدم که حضرت مقصد یگان بیمار نشیده باشد، زیرا این بسیاری بد نمی ایستاد در مسجد. وقتی میام میگه کرتش بالا کرده است و در دستش میگه صابون و جاروب، حاجت خانه مسجد تازه دارد. گفتم ای حضرت این چی کار شما میکنین؟ مقصد آخر این چیز شایسته شما نیست. گفت راستی وقتی که از همین داخل مسجد بیرون میشیدم در دلم بسیار یک همین هوا بلندی پیدا شد که شعراوی تو مقصد به یک مقام رسیده که بین مردم دستی ترا میبوسن، مردم مقصد دستای ترا زیارت میکنن. خب خواستم که یعنی خودم بر نفس معرفی کنم که یعنی من کیستم. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی، با علم خدا داد است بسیار نعمت بلنده. البته اینم یک عطای خدا، هر کس خدا علم نمیده، لیکن با علم ها باید که هیچ وقت ما مقصد دغدغه و دبدبه و سوء استفاده و خودمان از دیگران برتر ندانیم. زیرا در کجا یک عالمی که اگر به شرط تکبر باشد او را یقین دانه که در او مردم محبوبیت ندارند، مردم باید دوست نمیدارند، زیرا او را خدا دوست نمیدارند، زیرا او را پیامبر دوست نمیدارند. از این لحاظ مردم هم هیچگاه او را دوست نمیدارند. همچنان مالداری هم برادرای عزیز دل ما را نبرد. باید هر یک آدم مالدار دو چیز فراموش نکنه. یکم داند مالی که خدا او را داده است، مالی که او را خدا داده است، یکمش که برای امتحان داده است. کنی از عهده مالی که من میتونم برآمده میتوند یا نه؟ کنی مقصد با همین مال دادگی من همین بنده چیکار میکنه؟ این کدام را انتخاب میکنه؟ میگه هر یک آدمی ثروتمند انا میره دو چیز فراموش نکرد. یکمش که خداوند مال برای امتحان میتد، دوم مال در دست تو دائمی نیست. شیخ سعدی میگه به دولت مناز و به مهنت ملال، که این هر دو را زود از زوال. همین است رسمی سرای درشت، گه پشت زین و گه زین به پشت. دنیا را برادر عزیز قاعده شمینه. به مالداری 4 تنگه را پیدا میکنی، ناپسند میشه، به هر یک کارهای بدبختی دست میزنی، نفرهایی که با تو همنشین بودن همش ترک میکنی، یا دیگر آفتها را به سر مردم میاری. یک زمان خدا با تینده هم که باشه با گیرنده است، همون مال میگیره دستت، بعدا روی همین مردم در چه نگاه میکنی؟ چی میشه حالت بعد؟ یا اینکه برادران عزیز سیوم چیزش قدرت بود. قدرت هم این است، امکاناتی که پیدا میکنین، شرایطی که پیدا میکنین، این برای اون نیست که شما در همون یک چیزی که موقت در دستانه با این شما فقط و فقط
کارتان همین مسخره کردن باشد، ناپسندی باشد یا دغدغه و دبدبه باشد، اینها را شما غنیمت بشمارید تا که پگاه اگر یکی مبادای ای سر همی قدرت هم که رفتی با یک آدم بگه هزار رحمت که این مردک در اما حالت همین مقصد خیستتاش همین رفتاراش بود یا موردی هم بگه خدا رحمتش کنه. یا بسیاری آدم با عبادتش، مثال من حافظ قرآنم یا من حافظ حدیثم یا من تفسیر مثال از یاد میدانم یا اینکه من در بین مردم همه در واعظی زورم، برادرها این هم ارزشی او را ندارد که ما با عبادتمان خدامان از دیگرها برتر بدانیم. خدا رحمت کنه سفیان ثوری را، میگه وقتی آمد خانهش پر از شاگرداش بود، میگه کرسی در بالا ماندگی بود، وای درس میگو، وای صاحبی بگه مذهب سفیان ثوری هم او را امیر مؤمنان در حدیث میگفتن، لیکن ببینید که با عبادتش افتخار نمیکرد. آمد نشست و گفت برادرای عزیز، شاگردای عزیز، شما نگویید که من از شما در بهتر و برترم. اگر همین حاضر عمر فاروق زنده شود، حضرت عمر بیاید و مرا در همین صدر مجلس بیند و شما را در همین پایان مرا شلاق میزند که تو ارزش اینا نداری. اگرچه ارزش داشت ولی ببینید چقدر پس میزند که تا که مقصد با عبادت من بعد دیگرها هم پیروی از من کنند، یعنی هیچ وقت افتخار و دغدغه و دبدبه نکنند. برادر پنجم چیزش نسبه، نسب هم همینه. اینا سبب ها و عامل هایی بودن برادر عزیز که یعنی چیکار میکرد در انسان کبر پیدا میکرد. ولی در سوره فصلت آیت 26 بینین برادر عزیز، میگه ابو جهل حکم برآورد. چی حکم برآورد؟ حکم برآورد که در کجایی که میبینین قرآن خوانده استن گوش نکنین. مقصد به همه همون آدمایی که در مکه زندگی میکردن این فرمان صادر کرد. لیکن میگه شب گذشت، میگه او و پیش یک خانه ای که در اون داخل خانه قرآن میخوندن، میگه آمد نزد همون گویم که تریزه دو گوش ماند و قرآن گوش کرد. این زمان میگه یک نفری میگه همون مجلس ده که ابو جهل مردم از قرآن گوش کردن من کرده بود، این مردک هم اشتراک هایی بود. آمد گفت ابو جهل آخی ما را من کردی قرآن گوش نکو؟ گفت خودت گوش کردی سایه؟ گفت شطوری سفید دیدی؟ گفت ندیدم. گفت ندیده باشی بیس گوش کن. میگه بعد گوش کردین شم. یک نفر دیگر هم میگه آمد، اونش هم همین گپ زد. ابو جهل وای هم همچنان تاکید کرد گفت گوش کنین. لیکن گفت شب دیگر گفت مقصد نبینم تا که در یگانجا قرآن گوش کنین. میگه شب دیگر ابو جهل الکی قرآن بسیار یک شیرینی داره برادر عزیز. میگه وقتی که شب دیگر شد میگه آمد، میگه باز همون از تریزه و گوش کرد، با همون نفرها آمدن. بعدا میگه ابو جهل گفت راستی گفت من میدانم که همین قرآن کلام الله هست، میدانم که این کلام محمد نیست، میدانم که محمد پیغمبر است، لیکن چیکار کنم برادرها بینید، لیکن چیکار کنم که من سردار قریشم، من چیکار کنم که من رئیس قریشی هایم، من چیکار کنم که من با آبرو دارم، با پول داریم، با نسب داریم، در بین این مردم معروف و مشهورم. هیچ گفت مقصد نمیخواهم که بر یک یتیم یعنی بر محمدی که این قرآن نازل شده است من رفته سری زانو زنم و من ایمان بیارم و یا قرآن از پیش این یتیم مقصد من درس بگیرم. برادرای این غرور بود، این تکبری بود که ابو جهل نگذاشت که مقصد در زمانی که یک پیغمبر نازنینه که او را دستش آدمی میداشتگی، ولی حدیث داریم که اگر کدام عضو پیغمبر در کجای تو رسیده باشد همون موضع را آتش جهنم نمی سوزاند. یک پیغمبر نازنین در پیشت باشد و ولی از حساب تکبرید تو مقصد نرای در او بیعت نکنی،
تو در او مقصد تسلیم نشوی، تو در او مقصد همچو پیش او رفته و کلمه لا اله الا الله را نگوی، این سبب غرورش بود. برای حضرت مولانا رومی میگفت که رسول را استونی حنانه بشناخت. پیغمبر یک کنده خیرمایی که در بالاش موعظه میکرد، حضرت در منبر نو ساختن، وقتی کنده را ترک کرد، کنده رنگی کودک واری گریه کرد که پیغمبر از من جدا شد. میگه یک کنده پیغمبر شناخت، رسول را استونی حنانه بشناخت. ابو جهل آدمی و دشمنی ساخت، لیکن ابو جهل آدم بودو ولی در برابر پیغمبر چیکار کرد؟ غرور داشت، کیبر داشت. بین پیغمبر اعتراف نکرد، پیغمبر نشناخت، ولی حالش چی شد؟ بین در جنگ بدر کشته شد و جهنم عذاب الهی تا زمانی که دوزخ هست برادر عزیز وای این عذاب میچشه. اگر چند امکانیت بود ولی کبر و غرورش نگذاشتش برادر عزیز که وای چیکار کند؟ وای مقصد ایمان بیارد. یک حکایه را از شیخ سعدی میخوانم و انشاءالله با همین اکتفا میکنیم. شیخ سعدی یک حکایه میارد، میگه این حکایت شنو که در بغداد رایت و پرده را خلاف افتاد. رایت از گرد راه و رنج رکاب، گفت با پرده از طریق عتاب. اکی تمثیل یا مثال میزنه، میگه همین بیرق با پرده، پرده‌ای که در خانه‌مون داریم بیرق با هممون معلوم، میگه هر دمینا با دیگر در بحث شدن، در جنگ خیستن. چی گفتن؟ من و تو هر دو حاجت آشانیم، بنده بارگاهی سلطانیم. من ز خدمت دم نیاسودم، گاه و بیگاه در سفر بودم. میگه بیرق طرف پرده گفت تو هم خدمتگار همین مردمی، منم خدمتگارم، لیکن این قدر رنج، این قدر عذابی که من دارم، این مشکلاتی که من میکشم، مقصد توی مشکلات نداری، تو را راحتش بسیاره. تو نه رنج آزموده ای، نه حصار، نه بیابان باد و گرد و غبار. کدام من به سعی بیشتر است، قدم من به سعی بیشتر است، پس چرا عزتی تو بیشتر است؟ گفت آخی بیابان من میرم، هر یک جنگ جدالی که میشود در دستی تمام همون گویم اسکرها منم، تمام جهاد مقصد من اشتراک میکنم. چرا که من رنجم بسیاره لیکن من راحت ندارم. تو هیچ رنج نداری ولی اینقدر عزت داری، اینقدر احترام داری. دیدین که چقدر پرده احترام و عزت داره. تو بیرق میگشت، تو نزد بندگانی ماهرویی، با کنیزانی یاسمن بویی. من فتاده به دست شاگردان، با سفر پایبند و سرگردان. اینقدر نوازش داری تو پرده، اینقدر احترام داری، اینقدر راستت میکنن، اینقدر مقصد نگاهت میکنن، لیکن من اینقدر عذاب و اذیت دارم، برای چی باشد؟ برادر از پرده به او چی جواب داد؟ گفت من سر بر آستان دارم، نه چو تو سر بر آسمان دارم. هر کی بیهوده گردن افرازد، خیشتن را به گردن اندازد. شما دیدین برادرها پرده همه وقت زیباگیش در قسم پایانه، در قسم بالاش زیباگی که در پایان داره در بالا نداره. گفت من به خاطر آنه که دیدین که همیشه سر بر آستان دارم، دایم سرم در پایانه، نه چو تو سر بر آستان دارم. رنگی توی ترید بلند، گردنم ای همه بلند نیست. زین لحاظ گفت کسی رنگی تو گردنش بلند کرد، انمی رنگی تو خار میشوه و ذلیل میشوه و ناتوان میشوه. برای همین برادران عزیز و گرامی، از این
حدیثی که شیخ سعدی آورده است عیناً عبدالله ابن عباس که ابن ماجه میاره میگه الله مهربان چی گفته است؟ الکبریاء ردایی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منهما القیته فی النار. خداوند گفته است که زیب مثال گردن بلندی، زیب همت بلندی، زیب همه اینها الله گفت من دارم. یعنی عظمت و بزرگی اینها ایزار و کرته منند. کسی اگر همین ایزار و کرته من میپوشد حتما او را من در آتش جهنم میپردازم. برادران عزیز، انشاءالله از خدا امید است، گمانم همین است که آن چیزی را که من بیان کردم به خاطر خدا بود، به خاطر این بود که بسیاری از برادرای ما که اگر مبتلای این بیماری باشند از این درد بعد خلاص شویم. تا برادرای عزیز حدیثای داریم که پیامبر گفت الا اخبرکم به اهل نار، بگم تان که در همین دنیا دوزخی ها کیان؟ همه حیران شدن، گفتن ما آگاهی پیدا میکنیم حضرت که بدانیم در همین دنیا دوزخی ها کیان؟ حضرت گفت بله، کل عتول جواز مستکبر. پیامبر گفت کسی که اگر دلی سخت دارد، دلی بیرحم دارد، کسی زبانی درشت، زبانی سخت دارد. بین یکم، کسی دلی بیرحم، دلی سخت دارد، کسی زبانی سخت، زبانی درشت دارد. سه، مستکبر، کسی تکبر است. اینها را بدانید که اینها مال جهنمند، اینها مال دوزخند. برادران عزیز و گرامی، خدای مهربان در کسی این خصلت ها اگر باشد، الله از این بندگان این خصلت ها را دور گرداند. همون خصلت های زیبایی که در پیامبر نازنین بود، همون رفتارهای زیبایی که در حضرت بود، که خدای مهربان در قرآن ما را تاکید میکند که پیروی از پیامبر نازنین کنین، پیروی از راه پیغمبر کنین. خدا این توفیق بر ما نصیب بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم و تب علینا انك انت التواب الرحیم. الله رحمت کند عزیزای خدا را. میگه اگر شهرت طمع داری، رفیق بید مجنون شو که او هرچند بالا میرود سر بر زمین دارد. میگه اگر میخواهی که شهرت بیاوی، میخواهی عزت بیاوی، ای مجنون بید یاد بگی. نوده شبین، اگر نودهش راست کنی ای چنار دا بلنده، لیکن نودهش بالا میرود با سر بر زمین داره، سرکش با پایان میکنه. ببینید چقدر مجنون بیده در کجای برای همین درخت میشینونن، در کجای برای در زیرش آدمان نشستگیان، همین درخت دوست میدارن، در پیشش مردم حتی صورت میگیرن. همین برای شهرت یافتن تون میگه انا همین رفیق بیدی مجنون شو. برای همین خدا رحمت کنه جنونی را هم بسیار یک مصرای زیبا دو میگه اصلت از قطرمنی لایق تو نیست منی، از راهی باول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ تو همان جیفه ای، این حسن و جمالی تو از اوست، باش خاطره او میلی به بالا چی کنی؟ تو میگه یک بارک نگاه که اصلت ای منیه، ای آبی منی شده، منی چی میکنی؟ ای راهی باول شدی کبر منی ها چی کنی؟ میگه یک بار نگاه که تا ای کدام راه به دنیا آمای، راه های پیدایش تا ببین، یا اینکه از چی پیدا شده همون آب نگاه که بعد مقصد میفهمی که تو سزاواری همین دغدغه و دبدبه هستی یا نه. الله عاقبت همه مانا بخیر، ایمانامانا با سلامت نگه دارد و خدای مهربان از آنچه که شنیدیم ما را توفیق عمل کردنش نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین.